سلام و عرض ادب. میخوایم با هم بریم سامانهای ابلاغمون رو چک کنیم. برای این امر صفحه گوگل خودتون رو باز میکنید، عدل ایران رو سرچ میکنید. من از قبل داخلش رفته بودم. روی عدل ایران کلیک میکنید، آیکون‌های مختلفی برای ما نمایان میشه: سامانه دفاتر، احراز هویت، ثبت نام الکترونیکی، ابلاغ الکترونیکی، وکلا، ارزان خودکاربری اشخاص حقوقی و مقامات قضایی و غیره. برای اینکه سامانه ابلاغمون رو می‌خوایم چک کنیم که چه ابلاغ قضایی بر ما میاد، قبلش یادتون باشه حتما یه پیامک خدمت شما ارسال میشه مبنی بر اینکه ابلاغ الکترونیکی در کارتابل شما قرار گرفت از سر شماره پیامکی عدل ایران. داخل سامانه ابلاغ قضایی میشید، آیکونش رو میزنید، یه دونه سامانه اصلی داره، یه سامانه پشتیبانی، هیچ فرقی نداره، ولی همیشه اگر خواستید بهتر، یعنی سامانه زیاد اذیتتون نکنه، از سامانه پشتیبانی وارد بشید. کد ملی، رمز شخصی برای اشخاص ایرانی، برای اشخاص غیر ایرانی شناسه فیدا رمز شخصی، اشخاص حقوقی هم شناسه ملیشون و سمت‌های قضایی هم که به همین منوال. حالا ما اشخاص حقیقی ایرانی، کد ملی و رمز شخصی. برای گرفتن رمز شخصی فراموش نکنید میتونید به دفاتر خدمات قضایی و یا به مجتمع‌های قضایی یا دادگستری ها مراجعه کنید. فکر کنم تو این دادگستری و مجتمع‌های قضایی به صورت رایگان انجام میدن، ولی دفاتر یه هزینه‌ای از شما میگیرن. رمز شخصی 10 رقمه مثل کد ملی. میریم مرحله بعد. یه رمز موقت براتون ارسال میشه. ببین بزرگواران، رمزهای موقت 24 ساعت است، یعنی شما در طی شبانه روز یه بار بگیرید دیگه کفایت میکنه. هر چند بار در طی روز برید میتونید از اون رمز استفاده کنید، مگر اینکه 24 ساعت از اون رمز بگذره و مجدد برای شما رمز بیاد. اون همکارای محترم هم اگه میخوان دائم وارد سامانه بشن، چون فقط ابلاغ نیست، میخوام برن روند پرونده و داخل کارتابل خودشون برای موکلینشون یا برای پرونده لوایح یا دادخواستی ثبت کنن، دائما میخوان وارد بشن. این رمز موقت هم روزانه است، یعنی 24 ساعته، هم به صورت هفتگی و ماهانه. من خودم ماهانش کردم. رمز موقت خودمون رو میزنیم و ورود به سامانه. اشتباه خطا داد. 3 رمز عبور خودمون رو میزنیم، وارد سامانه میشیم. تو این بخش یه ابلاغ جدید برای من اومده. ابلاغای جدید، تو ابلاغای جدید مشاهده میتونید بکنید. اگر این عدد نداشت، یعنی 0 بود، یعنی ابلاغ جدید ندارید. بعضی هم سامانهشون ممکنه خیلی وقت باشه دیدن، از سامانهشون دیدن نکرده باشن یا سامانه ابلاغشون چک نکرده باشن. این عدد ممکنه 10 باشه، 100 باشه، 2 باشه، همینجوری مونده باشه. با این موارد کاری نداریم. ولی مثلا الان خود من یه ابلاغ جدید دارم. ابلاغای جدید تو این بخش ابلاغای مشاهده شده که قبلا تو این بخش بوده، وقتی یه دور نگاه میکنید به این بخش انتقال داده میشه. ابلاغای جدید رو وا میکنیم و روی گزینه مشاهده، یعنی اولین تاریخی که شما این ابلاغ رو دیدید، بعد اینجا میگه چی؟ عرضم به حضور شما، میگه زمان درج در سامانه. این خیلی مهمه تو ابلاغ ها. یکم زمان اولین مشاهده که همین حالا دارم مشاهدهش میکنم. یا آگهی مزایده است در خصوص املاک و موارد دیگر. روی این گزینه بزنید، دریافت نسخه چاپی براتون دانلود میشه. اینو به راحتی میتونید از این قسمت دانلود کنید جای مشاهده یا موارد دیگه دریافت کنید خیلی راحت. اگه خودتون پرینتر دارید از طریق پرینتر خودتون، اگر ندارید میتونید برای شماره‌ای که کافینتا رو دیوار مغازه‌شون درج کردن براشون ارسال کنید و پرینت کنید. به نظرم دریافت نسخه چاپی بهترین گزینه است. حالا بر فرض ما این ابلاغ رو دیدیم، میریم ابلاغای مشاهده شده. ما فرضمون رو بر این میذاریم که ابلاغی نداشته باشیم. ابلاغای مشاهده شده رو کلیک میکنیم و این تمامی ابلاغایی که من دارم. حالا میخوایم ابلاغایی که قدیم دیدیم و یه دور چک کنیم. مثلا برای مثال میخوام روی این کلیک کنم ببینم این ابلاغ چی بوده. باید این قسمت روی مشاهده بزنید.
تو موبایل وقتی سرچ میکنید ادیران وارد ابلاغاتون میشید، این یه بخش ممکنه براتون این یه قسمت رو ننداخته باشه، فقط همین شماره پرونده و شماره ابلاغ با مشاهده. شما اگه گوشیتون رو به صورت عمودی بگیرید خیلی راحت همه اینا براتون نمایش داده میشه. عرضم به حضور شما برفرض ما میخوایم اینو از ابلاغای قدیمی که چک شده ببینیم، روی مشاهده کلیک میکنیم میایم پایین، خیلی راحت تمام مواردی که قدیم دیده شده رو به راحتی از این طریق میتونید ببینید. حالا برفرض مثال ما میخوایم مثلا یه پرونده‌ای که قدیم داشتیم و چیکار کنیم؟ بریم ببینیم آقا سابقه ابلاغش چی بوده تا این بخش پس فراموش نشه. ابلاغای جدید این بخشه، ابلاغای مشاهده شده هم این بخشه، با بقیه بخشاش ما کاری نداریم، یعنی اصلا ضرورتی نداره. حالا بر فرض مثال ما میخوایم یه ابلاغی که مثال برای 2 سال پیش بوده تو سامانمون چک کنیم، شماره پرونده رو فقط کافیه، حالا من اینجا کپی کردم، شماره پرونده رو فقط کافیه داشته باشید. تو اینجا یه بخش آیکونه، اون دوستانی که با موبایل وارد میشن این قسمت یعنی بازیابی اطلاعات دیده نمیشه، باید حتما گوشیشون رو از حالت عمودی در بیارن و افقی بگیرن که بتونن این یه بخش رو ببینن. بازیابی اطلاعات رو میزنیم، بازیابی اطلاعات رو روش کلیک میکنیم و داخلش میریم. عرضم به حضور شما یک مقدار زمان برد. بعد دوستان برای برفرض مثال یه ابلاغ واسه 2 سال پیشه، اینجا نمایش داده نمیشه، شما فقط کافی، حالا من این بخش شماره پرونده‌ای که قبلا داشتم و کپی میکنم مثال، شما فقط کافیه یه پرونده‌ای که 2 سال پیش داشتی شماره 18 رقمی پرونده رو داشته باشید، داخل بازیابی اطلاعات کلیک میکنید جستجوی ابلاغ اسخای میکنم، داخل جستجوی ابلاغ کلیک میکنید، تو بخش شماره پرونده اون 18 رقمی پروندهتون رو وارد میکنید، بعد روی آیکون بازیابی اطلاعات کلیک میکنید. این تمام ابلاغاییه که به این پرونده، در خصوص این پرونده، به کارتابل بنده ارسال شده. اینم از این. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. موفق باشید.